تو ایران بود، هنوز نیامده بود بیرون. یا آقای مرتضی طاهری بود که با من ضرب و تمپو کار میکرد. ایشون گفت عارف جان اینو گوش بده. من اینو گذاشتم تو ماشینم گوش کردم. 2 ماه از ماشین من این پایین نمیومد. صدای معین بود. هیچ کس اون زمان نه معین رو شنیده بود و نه میشناخت. و من دیوانه‌وار اینو دوست داشتم. همون غمی بود که قبلها تو صدای من بود، اینو تو صدای معین من میشنیدم. البته اسمشم نگفته معین، آقای مسعود امینی اینا این کارا رو کرده بودن. من به خاکستر نشینی عادت دیری ادامش بود. آره اینا توش بود. شبانه آخر من وقتی این رو دیدم اجراش کردم با همین اولین آلبومی که با آقای وارتن آوانسیان و آقای جهانگیری تبریایی اجرا کردیم. آلبوم بازگشت بود و اون تو من اینو خوندم در آمریکا و برای که من تو انگلیس بودم سعی کردم که معین رو بیارم به انگلیس. حتی اجازه کار همه کاراشو انجام دادم ولی امکانش نبود و نشد. و چون با این آهنگ زندگی میکردم فکرم نمیکردم که مثلا یه روزی معین بیاد بخونه. اصلا نمیدونستم. اومدم امریکا اونو اجرا کردم خوندم. همون یکی را دوستی دارم و من به خاکسترش اینا رو خوندم. من به خاکستر نشینی عادت دیرینه دارم، سینه مالا مال درد اما دلی بیکینه دارم. پاک بازم من ولی در آرزویم عشق بازیست، مثل هر جمنده ای من هم دلی در سینه دارم. من عاشق شدنم، من عاشق شدنم. و بچه‌هایی که اینجا بودن و ویولون خیلی خوب میزدن اینا با من اجرا کردن. آلبوم رو جمع کردیم. بسیار چیز قشنگی شد. ولی تحت تاثیر بعد معین اومد. بعد معین خودش اومد. بهش گفتم من تو رو خیلی صداتو دوست دارم. اونقدر تحت تاثیرت بودم که اینو من برداشتم خوندم. خیلی هم خوشحال بود. من به خاکستر نشینی عادت دیرینه دارم، سینه مالا مال درد اما دلی بیکینه دارم. پاک بازم من ولی در آرزویم عشق بازی، مثل هر جرمنده‌ای من هم دلی در سینه دارم. من عاشق شدنم، من عاشق شدنم. با آقای احمد مسعود که مدیریت کاباره تهران رو داشتن در لس آنجلس ما با هم خیلی دوست بودیم. التماسش بود اینو بیار، اینو بیار، این خیلی خوبه، خیلی خوب میخونه. احمد مسعود نمیدونست، دنبال چه میدونم صدایی مثل ویگن بود، دنبال صدایی مثل هایده بود، اینجوری ها رو میگشت و نمیفهمید من چی میگم. وقتی معین اومد به اصرار من آوردش، بازم نمیشناختش و متاسفانه از دست دادش. این مشکل داره. شوخی میکنه. مشکل میگم از دستش دادش و بعدها با یه رقمای خیلی بالا رفت دنبالش، خواهشش کرد و آورد. گفتم ببین دندت نه، من به تو گفتم با این قرارداد ببند، 5 ساله ببند، بعد یه پول خوبی هم بهش بده و نگرش دار.